سرخط خبرها: طوفان تازه در باجوار، سقوط پیاپی پایگاه‌های نظامی به دست طالبان پاکستانی، اعلام عفو عمومی و هشدار شدید علیه هر گونه همکاری با رژیم اسلام آباد. آغاز درگیری‌های شدید در خیبر پختونخوا، نظامیان پاکستانی به سوی اسلام آباد فرار کردند. ده‌ها نظامی پاکستانی و تحریک طالبان کشته و زخمی شدند. هشدار جدی افغانستان به پاکستان: در میدان جنگ امتحان خود را داده ایم، صبر ما را لبریز نکنید. کټان توپ تیاره لري کوټه وشتون کې توغندي نه لري تر دغه نه ډېر قوي شی موږ لرو چې ډېر قوي عزم دی اراده. پافشاری پاکستان برای جنگ با افغانستان: خواجه آصف هشدار داد بدون مهار TTP روابط با افغانستان عادی نخواهد شد. اگر شرایطی که آنها مطرح می‌کنند برای ما قابل قبول باشد، توافق حتما حاصل خواهد شد. مشروع خبرها: در ادامه درگیری‌های خونین میان طالبان پاکستانی و نیروهای ارتش پاکستان، گزارش‌ها از ولایت باجور حکایت از آن دارد که در نتیجه چندین روز عملیات به شمار زیادی از پست‌ها و قرارگاه‌های نظامی از کنترل ارتش پاکستان خارج و به دست جنگجویان تحریک طالبان پاکستانی یا TTP افتاده است. منابع محلی میگویند که جنگ در برخی نواحی با شدت تمام جریان دارد و نیروهای پاکستانی در چند محور مجبور به عقب نشینی شدند. همزمان جنگجویان TTP در خطبه نماز جمعه امروز عفو عمومی اعلام کردند و از تمام باشندگان محل خواستند تا هر گونه تماس یا همکاری با رژیم اسلام آباد خودداری کنند. در اعلامیه این گروه آمده که آنانی که روابط خود را با نظامیان و مقامهای پاکستانی قطع کنند از پیگرد و مجازات معاف خواهند بود. با این حال این هشدار لحن سختی دارد و نشان می‌دهد که TTP در تلاش است تا حاکمیت خیش را بر بخش‌هایی از مناطق قبایلی تثبیت کند. کارشناسان امنیتی میگویند گسترش دوباره نفوذ طالبان پاکستانی در شمال غرب این کشور نه تنها برای اسلام آباد بلکه برای امنیت کل منطقه زنگ خطر است، زیرا بازگشت این گروه به میدان نبرد میتواند جنگ داخلی تازه‌ای را در پاکستان شعله‌ور بسازد. میخواهم پیامی به تو بدهم در سنت: اگر دلی هست و آورده میدان شده ای و علیه ما می جنگی، تو بارها به سربازانت از فداکاری ها می گویی، اما ما می دانیم که سالهاست به خاطر بزدلی گلوله از تفنگ های هرنیل نخورده ای. اگر در سینه دل مردانه است و اگر واقعا شیر مادر را نوشیده ای، پس ما به پاسگاه پلیس خواهیم آمد و آنگاه تو برای ما چنین لطفی خواهی کرد که خود به جای سربازان معمولی مانند گوسفند باز آنها را می فروشی نزد ما بیایی تا ما با تو وارد جنگ شویم و به تو نشان بدهیم که جنگ ها چگونه رزم خواهند داشت. آغاز درگیری‌های شدید در خیبر پختونخوا، نظامیان پاکستانی به سوی اسلام آباد فرار کردند. ده‌ها نظامی پاکستانی و تحریک طالبان کشته و زخمی شدند. تحریک طالبان پاکستان در بیانیه‌ای تایید کرد که قاری امجد معروف به مفتی مزاحم معاون این گروه به دست نیروهای امنیتی پاکستان کشته شده است. ارتش پاکستان امروز اعلام کرده بود پاکستان جزئیات بیشتری در مورد چگونگی کشته شدن معاون خود ارائه نداده است. در همین حال ارتش پاکستان با نشر اعلامیه گفته که نیروهای امنیتی در جریان عملیات در منطقه باجوار در ایالت خیبر پختونخوا 4 عضو TTP را از پا درآوردند. به گفته ارتش، این قاری که با نام مستر مزاحم شناخته می شود یکی از اهداف مهم این عملیات بود. این عملیات در شب جمعه پس از شناسایی تلاش گروه آشورشیان برای نفوذ از مرز افغانستان و پاکستان انجام شده است. به گفته ارتش، قاری امجد نفر دوم پس از نوری محسود رهبر فعلی TTP و رئیس شورای رهبری این گروه بود. برای دستگیری یا کشتن او پاداش 5 میلیون روپیه‌ای تعیین شده بود. مقام‌های پاکستانی بارها گفتند که اعضای تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان برای طرح‌ریزی و اجرای حملات علیه پاکستان استفاده می‌کنند، ادعایی که مقام‌های افغانستان در کابل آن را رد کردند. هشدار جدی افغانستان به پاکستان: در میدان جنگ امتحان خود را داده ایم، صبر ما را لبریز نکنید. وزارت داخلی امارت اسلامی افغانستان در نشستی در این وزارت هشدار داد که اگر بار دیگر صبر و حوصله افغانها آزمایش شود، پاسخ بسیار کوبنده خواهد بود و
به گفته حقانی هرچند افغانستان موشک‌های دوربرد و تسلیحات سنگین در اختیار ندارد، اما از ما اراده قوی در نبرد ضد تجاوزات را دارد. آقای حقانی افزود دفاع هوایی خود در اولویت‌های ماست، ولی باز هم با وجود همه این راه‌ها راه تفاهم باز است. اما اگر کسی تجاوز می‌کند با امپراتوران دنیا پیکار کرده ایم و این برای ما هیچ سختی ندارد که از حریم خود دفاع کنیم. وزیر داخلی امارات اسلامی افغانستان در بخش دیگر سخنانش افزود که در نشست‌های اخیر با پاکستان در قطر و ترکیه به آنان گفته شده که مشکلات داخلیشان را به افغانستان. حقانی وضاحت داد مشکل از خودتان است، برایش راه حل دارید، پس چرا به ما پیوند می‌دهید؟ حقانی با آنکه از کشور نام ببرد گفت که برخی کشورها برای حفظ منافعشان حریم دیگر کشورها را نقض می‌کنند. حقانی با تاکید بر حق مشروع افغانها برای دفاع تمامیت ارضیشان افزود که افغانستان طرفدار روابط خوب با جهان است. این مقام هر امارت اسلامی افغانستان همچنان افزود یک طرف و منظور حفظ منافع خود حریم دیگر کشورها را نقض می کند. ما در میدان جنگ امتحان دادیم و اگر بار دیگر بر بردرباریمان آزمایش شود پاسخمان بسیار کوبنده خواهد بود. این سخنان حقانی در حالی است که روابط کابل اسلام آباد تیره تر شده و تا کنون مذاکرات میان افغانستان و پاکستان نیز به نتیجه نرسیده است. الحمدلله کمزوری نه وي، کاټان توپ و طیاره لرې وټن وشتونکي توغندي نه لري، تر دغه نه ډېر قوي شی موږ لرو چې ډېر قوي عزم دی اراده چې موږ نه یو مات کړي، نه یې په زندان مات کړي، نه یې په شهادت مات کړي، نه یې په لوږه تنده مات کړي، نه به بیا ماتوي انشاءالله الرحمن د خدای په لوی نصرت سره. خو افغانان ټولو دنیا ته د امن پیغام ورکوي، د ښه تعامل مثبت تعامل پیغام ورکوي، نه د دې بګرام سوچ کوي، نه د دلته نور مختلف بهانې را جوړوي. هر چاته د خپل وطن منفعت ګټه محترمه ده، دا ګمان دی په بل هیواد هم نه کوي، ما ته د خپل هیواد غومره محترم دی. یو خدای تعالی نه د خپل هیواد چې دی سرلوړی کامیاب برامنه معزز د اسلام په جمعه او لباس کې کامیاب غوښتی دی. ټولو خلکو ته د امن پیغام چې ورکوي د موږ افغانستان نه به انشاءالله چاته زور نه رسېږي او که بیا راباندې لګېږي دا تېروتنه به د موږ نه وي، دا به د دوی وه. پافشاری پاکستان برای جنگ با افغانستان. خواجه آصف هشدار داد بدون مهارت TTP روابط با افغانستان عادی نخواهد شد. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان گفته است که روابط میان اسلام آباد و کابل تا زمانی که افغانستان از حمایت تحریک طالبان پاکستان دست نکشند به حالت عادی باز نخواهند گشت و تاکید کرد شماری از اعضای TTP در افغانستان پناه گرفتند و باید جلو نفوذ آنان به خاک پاکستان گرفته شود. و این روز جمعه در گفتگو با شبکه جونیوز افزود روابط صلح‌آمیز با همسایه تنها زمانی ممکن است که حمایت از تحریک طالبان پاکستان به طور کامل پایان یابد. و گفته او نفوذ از خاک افغانستان همچنان ادامه دارد و تا زمانی که این وضعیت تغییر نکند اجرای هر گونه توافق میان دو کشور ممکن نیست. خواجه آصف تاکید کرد بزرگترین مطالبه پاکستان این است که نفوذ تروریستی از افغانستان متوقف شود. اظهارات وزیر دفاع پاکستان در حال مطرح می شود که سراج الدین حقانی وزیر داخلی افغانستان در نشستی در کابل گفت که موضوع تحریک طالبان پاکستان یک مسئله داخلی پاکستان است و باید در داخل کشور حل شود. حقانی افزود که افغانستان تانک، توپ و طیاره ندارد، اما عزم راسخ برای دفاع از کشور در برابر تجاوزات خارجی را دارد. وزیر داخله با اشاره به تهدیدهای اخیر اسلام آباد گفت که کشورها باید از سرنوشت شوروی، ناتو و آمریکا عبرت بگیرند. او افزود که برخی افراد در پاکستان به جنگ دامن میزنند. اگر اشتباه نکنم احساس کردم که آنها واقعا تمایل دارند به یک تفاهم برسیم درباره اینکه تحت چه شرایطی و چگونه میتوانیم پیش برویم. برخی مسائل در طول آن گفتگوها روشن شد و امیدواریم برخی دیگر در مذاکراتی که امروز در حال انجام است روشن‌تر شود. اگر شرایطی که آنها مطرح میکنند برای ما قابل قبول باشد توافقی حتما حاصل خواهد شد. این بود خبرهای این ساعت. تا ساعت خبری دیگر خدا نگهدار.